برای رسیدن به آرامش درونیمون ما همه مخصوصا خانوم ها باید حتما یه چند دقیقه وقت بذاریم برای خودمون در روز. این مدیتیشن خیلی کوتاه ها برای همه خانمای ایرانی من ضبط میکنم که با دوستم اینجا نشستیم در کوستاریکا، در شهری به اسم مانتزوما، در یک جای خیلی سطح بالا نشستیم که تمام منظرش به یه میلیون درخت زیباست و بسیار بسیار جای همه عزیزان خالیه. منظره کوه‌ها و درخت‌ها و هوای شرجی خیلی مطلوبیه. ما نشستیم و انگار که با همه خانمای ایرانی نشستیم. ازتون میخوام که صاف بشینین، کمرتون رو راست کنین، چارزانو بشینین یا حتی روی صندلی. چشماتون رو ببندین و چند تا نفس عمیق بکشین. بذارین ناحیه شکمتون خیلی خیلی ریلکس، خیلی آروم بگیره. نفسی که میدین تو شکمتون رو بزرگ کنین. نفس که میدین بیرون با یک صدای آه بدین بیرون که تمام اون فشارهایی که توی شکم هست و اگر استرس در بدنتون هست اینا همه رو از وجودتون با این نفس بدین بیرون. یک حالت آرامشی در ناحیه گردن و شونه هاتون، پشتتون، بالای کمر رو کاملا ریلکس کنید. چشماتون رو که بستین تمام توجهتون رو حالا بیارین به طرف دوتا ابروهاتون، ناحیه بین دوتا ابروها. تمرکزتون رو بدین به دیدن یک یک نور که تمام اون قسمت سر نورانی بشه. هرچی که عمیق‌تر نفس بکشین این نورم نورانی تر میشه. چند دفعه گلوتون رو صاف کنین، قورت بدین، گلوتون رو ریلکس کنین، فک پایینتون رو ریلکس کنین، صورتتون رو ریلکس کنین، شونه هاتون رو ریلکس کنین، یکم صافتر بشینین. نفسی که میدین تو تمام انرژی طبیعت، درختها، آسمون، فضای دور، تمام طبیعت، تمام انرژی کره زمین رو وارد ششهاتون بکنین. یک حالت تجسمی، احساسی تمرکز بدین. تمام ماهیچه‌های صورتتون، سرتون، کمرتون، شونه دستاتون. بدونین که مقصود از مدیتیشن امروز اینه که آرامش که شما در دنیا میخواین مشاهده کنین و احساس کنین در وجود خودتون درست کنین. همین الان با یک نفس تمام اشخاصی که انقدر بهشون فکر میکنین، نگرانی هاتون، مسائلی که تو زندگیتون الان دارین که باید حل کنین، تمام این مشکلات و نگرانی ها همه رو فعلا در این چند لحظه از وجود و فکر و روحتون بدین بیرون. فقط تمرکزتون روی نفسهای عمیقتون باشه. ما خانمای ایرانی خیلی خیلی پشت همو داریم، خواهیم داشت هرچی بیشتر. هر احتیاجه که هر لحظه بیشتر و بیشتر تمرکز بدیم به اون قدرت درونی خودمون. پس الان یک نفس عمیق بدین تو. با یک آه همه نفس رو بدین بیرون. یک مرتبه دیگه. شونتون رو هرچی بیشتر ریلکس کنین. حالا تجسم کنین یک نوری در بالای سرتون به اندازه توپ بسکتبال. بسیار بسیار نورانی، بسیار زیبا و آرامش بخشه. 10 سانت بالای سرتون. با یک نفس عمیق این نور رو بیارین به سمت بالای سر، بیارین وارد جمجمه و سرتون بکنین. پشت چشماتون، تمام قسمت صورت تمرکز بدین. نفس عمیق بکشین. این نور رو
هدایتش کنین بیارین طرف چونتون، گلوتون، تمام سینه، قلبتون، ششاتون، ماهیچه‌های بالای دستتون، شونتون تا آرنجتون. یه نفس عمیق دیگه. این نور رو بیارین طرف مچ دست و وارد دستتون بکنین. نگران نباشین که آیا اینو درست انجام میدین یا نه. شما فقط با من بیاین. تمرکز بدین. نفس عمیق بکشین. باز دوباره تمام توجهتون رو ببرین بالای سر. این نور رو باز مجسم کنین بالای سرتون. مثل یک ماه شب 14 که نورانی نقره‌ای رنگه. با یک نفس عمیق، درست مثل این که یک دیگی پر از نور و اینو یک کمی تکونش میدین که ازش بیاد بریزه توی سرتون. تمام ناحیه جمجمه، پشت چشماتون نورانیه. این دفعه حالت قسمت مغز، تمام غددهای و رگها و اعصاب توی سرتون نورانی. پشت سرتون تمام رگها، نروها، اعصاب پشت گردن نورانی. این نور رو بالای کمرتون، مچ تمام شونه هاتون، زیر بغل، بالای پشتتون. یواشی نفسای عمیق بکشین، بیارین نور رو توی شکمتون، وسط کمر، پایین کمرتون، وسط شکم، پایین شکمتون، تمام پهلوهاتون نورانی، قسمت باسن، پاهاتون، زانوهاتون. یک نفس عمیق دیگه. نفس رو که میرین بیرون، ماهیچه‌های پایین پا، مچ پاتون، کف پاتون، بالای پاتون، انگشتای پا، تمام بدنتون، تمام سلولای بدن نورانی. در این نوری که درتون از درون میتابه بیرون کاملا ریلکس کنین. چند نفس عمیق بکشین. تمام افکار و نگرانی ها آب میشن توی این نور. این نوریه که میتونه تمام مشکلات رو در این لحظه کاملا تبدیل به نور و آرامش بکنه. حالا دستاتون رو بیارین بغل هم بذارین به طرف سینه‌تون. چند نفس عمیق بکشین و همین حالتی که انجام دادین بین در وجودتون، کره زمین رو ببینین در نور گرفته شده. کره زمین مثل یک توپیه که در ذهنتون میتونین نورانی ببینینش. روی نقشه کره زمین در ذهنتون مجسم کنین که تمام ایران ما سراسر نورانی شده. سانتیمتر به سانتیمتر هر مترش نورانیه و یک نیروی بسیار بسیار قوی نورانی تمام قلب ایران رو گرفته و میتپه. تمام قلب همه انسان ها، کوچیک و بزرگ. شما تمرکز روی این عکس بدین. به یه حالت فیلمیه که واقعا احساسش کنید. مردم رو در ذهنتون لبخند ببینید به صورتشون. تمام موجودات زنده، متر به متر ایرانمون نورانی. نفس‌های عمیق بکشین. اگر فکر دیگه‌ای، فکر منفی، اشکال منفی به ذهنتون میاد، خاطرات منفی، نفس عمیق بکشین، بذارین بیان و برن. شما تمرکزتون رو روی این نور بدین. این تصاویر مثبت و زیبا نورانی از اون قدرت برتر تک به تک بخوایم که ایرانمون، مرزهامون، تک به تک انسان‌ها، تمام ایرانی‌ها
تمام موجودات زنده در مملکتمون، در تمام دنیا، همه ایرانی ها کوشا برای حفظ مملکت، آزادی، کمک به همدیگه، سلامتی، بدون هیچ فکر منفی، بدون اینکه یک لحظه امید از دست بدید. بذارید این آرامش و نور تو تمام وجودمون بیاد، رخنه کنه تو تمام این ناحیه مملکتمون. تمام ستون فقراتتون رو ببینین که نورانیه. دور سرتون، دور تمام وجودتون حدود 100 سانتی متر دور تا دور، مثل یک توپ حباب زیبای نورانی تمام دورتون، زیر بدنتون، تا حتی توی کره زمینم میره، تا تو زمینم این نور میره. 100 سانت دورتون، پایین پا، قلبتون، تمام ارگان‌های بدن، تمام رگ‌ها، تمام اعصاب‌ها، عصب‌های بدنتون همه نورانی. تمام غددهایی که در بدنتون هست، مغز و اعصاب و سلول‌های بدنتون نورانی، سالم. اگه جایی از بدنتون احتیاج به یک شفا داره امروز، به یک آرامش به خصوصی داره، اینجا اون قسمت بدنتون رو ببینید نورانی تر از همه جا می درخشه. نفسای عمیق بکشید. فکر درخت‌ها رو بکنین، فکر آسمون، فکر فضای دورتون، فکر آفتاب، فکر ماه، فکر تمام کرات و ستاره های توی این کهکشان ها. دستاتون رو روی زانوتون بذارین که کمی بدنتون رو تکون بدین. اگه کسی رو میشناسین تو زندگیتون که میدونین ناراحتی داره، احتیاج به یک پشتیبانی داره، کسی رو میشناسین که ناراحتی داره، مشکلی داره، بهش فکر کنین و در نور ببینینش، خوشحال و سالم ببینینش. دعا کنیم برای همه ایرانی ها. احساس خوبی بکنیم که همه دنیا پشتیبانمان و میخوان که به ما کمک کنن، به مردم ایران. از خودتون قدردانی کنین الان که این چند دقیقه رو گذاشتین برای این مراقبه، برای این به وجود آوردن این آرامش درونتون و تمام دنیا. ایمان داشته باشین که این تمرکزها، این دقایقی که شما برای این کار میذارین، بدون هیچ شک و فکر منفی 100% این کمک میکنه به رسیدن هدف و آزادی. سرتون رو تعظیم کنین، در حقیقت مقداری سرتون رو بیارین به پایین به طرف قلبتون، دستتون روی سینه. احساس خوب و قدردانی عمیقی در وجودتون برای همه چیز که در دنیا دارید، کم و زیاد، هر چی که هست، هر چی که دارین و ازش خوشحالین. آدمای دورتون، سلامتی که دارین، اون هوایی که میتونین تنفس کنین، نگاهی که به آسمون میندازین، درختها، گلها، عزیزانتون. همه ما با همین، هیچ کس تنها نیست.
از خدای خودتون بخواین که همیشه باتون باشن. از اون نیروی برتر، از اون نیرویی که لمسش میکنین بخواین که همیشه باتون باشن، با عزیزاتون باشن. هر وقت آماده بودین میتونین چشماتون رو باز کنین، یکم استرچ کنین. اینو دوباره تکرار کنین هر وقت خواستین.